به پادکست عشق، دنیایی پر از رمان‌های عاشقانه خوش اومدید. داخل ماشین نشسته بودم و راهی خونه خودم بودم. روم به شیشه کناری بود که با دیدن داروخونه یاد چیزی افتادم. با اینکه برام سخت بود که باهاش هم کلام بشم، خیلی سرد و دستوری گفتم: همین گوشه نگهدار، کار دارم. خیلی جدی نگام کرد و بدون هیچ عکس‌العملی به راهش ادامه داد. چند متر بالاتر پشت چراغ قرمز وایستاد و من قبل از اینکه مهلت واکنش بهش بدم در رو باز کردم و از ماشین پایین پریدم و با گام‌های بلند و شتاب زده خودم رو به داروخونه رسوندم. قرص اورژانسی خریدم و با بطری آبی که از سفر دیروز در کیفم بود قرص رو خوردم. چند بسته دیگم گرفتم و از اونجا اومدم بیرون. به محض بیرون اومدن با سامان برخورد کردم. عصبانی آرنجم رو به دست گرفت و تقریباً به سمت جلو هلم داد و با هم همراه شد. داخل ماشین که نشستم به ضرب کیفم رو از دستم کشید و با باز کردنش و دیدن قرص ها با نگاه خیره‌ای گفت: قرص میخوری که حامله نشی؟ سرش رو به نشونه تهدید نشونت میدم تکون داد و با برداشتن قرص‌ها و دور انداختنشون توی جوی آب کنار خیابون کیفم رو به سینم کوبوند و با روشن کردن ماشین با سرعت سرسام‌آوری به خونه رفتیم. برخلاف اوایل ازدواجم که تا چند ساعت از خونم دور می شدم دلم براش تنگ می شد، دلم اصلاً تنگ نشده بود. لباسهام رو کندم و وارد حمام شدم. حالم اصلاً خوب نبود. فشارم به شدت پایین بود و بدن درد عجیبی داشتم. زیر دوش نشستم و چند دقیقه‌ای تن به گرمای آب سپردم. فکرم به چند ماه بعد کشیده شد، به سرنوشت نامعلومم. از اعماق وجودم اشک جوشید و از روزنه‌های چشمم بیرون جهید. داشتم سبک می شدم. اشک چیز خوبیه، اگر نبود خیلی دق می کردن. یه جور سرریز وجودی آدمه. از همون بیرون اومدم، با همون حوله تنپوشم کنار پنجره سرتاسری اتاق خواب رفتم و به تاریکی محوطه حیاط نگاه کردم. فقط چراغ هالوژن اتاق روشن بود و اتاق تو تاریک روشنایی شاعرانه‌ای فرو رفته بود. صدای در اتاق اومد و حضور سامان رو پشت سرم حس کردم. دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرم رو از روی حوله بوسید. از بوی شامپو و حس نمناکی تنش میشد فهمید که اونم حمام بوده. همونطور که به بیرون زل زده بودم زیر لب نجوا کردم: اولین باری که فهمیدم داری به هم خیانت میکنی به این فکر کردم که چی کم داشتم که تو بقیه رو به من ترجیح دادی. کجا رو کم گذاشتم؟ چی میخواستی ازم که نتونستم برآوردش کنم؟ به کسی نگیا، ولی خیلی خودم رو باخته بودم. فکر میکردم زشترین دختر روی زمینم. اعتماد به نفسم خیلی کم شده بود. حتی کینه کاوه رو هم برداشته بودم. فکر میکردم چون اون دوستم داشته و به هم دل بسته بوده و به زندگیم چشم داشته تو باید اینقدر تو زرد از آب در بیای. ولی چند ماه بعد فقط یه چیز به ذهنم رسید. سرم رو بالا گرفتم و با چشمهای متفکر و قرمز سامان چشم تو چشم شدم. بین دو ابروش گره جذابی افتاده بود که چهرش رو خواستنی تر می کرد. پوزخندی زدم و همونطور که توی چشماش خیره بودم گفتم: فهمیدم دوستم نداشتی. وقتی یکی رو دوست داری حتی دلت نمیاد حرفی بزنی که بهش بر بخوره. اون وقت تو حتی به اتاق خواب منم تجاوز کردی و غیر از من رو روی تختم بغل کردی. سامان، چرا آخه با من این کارو کردی؟ گفتم و اشک آماده خودش رو توی چشمم جا کرد. ادامه دادم: میدونستی که به خاطر بابام بهت جواب مثبت دادم. میدونستی که عاشقت نبودم، ولی فهمیده بودی که بهت وابسته شده بودم و دوستت داشتم. چرا منو له کردی؟ اشک از گوشه چشمم بی اجازه پایین اومد. دلا شد و اشکم رو بوسید. ولی برای من دیگه هیچ کدوم از کاراش لطفی نداشت. روم رو برگردوندم و گفتم: مواظب باش سامان. یه اشتباه دیگه‌ات مساویه با برای همیشه رفتن من. این آخرین خیانتی بود که من در قبال خودم انجام دادم و تو رو بخشیدم. دستاشو از دور کمرم باز کردم و با برداشتن بالش و پتویی از اتاق خارج شدم و روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابیدم. فردای اون روز بود که با پدر درباره شرطی که با سامان گذاشته بودم صحبت کردم.
پدرم هم در سکوتی تلخ فقط به هم گوش کرد. 2 هفته بیماریم به طول انجامید. چند روز بعد از اون شب کذایی، یه روز که مثل چند شب گذشته روی کاناپه خوابیده بودم، نیمه های شب سامان بغلم زد و منو به اتاق خواب برگردوند بدون هیچ حرفی، بدون حتی یه عذرخواهی ساده یا حتی یه دلجویی کمرنگ. به دلم امیدواری میدادم که به زودی همه این رنج‌ها و کمبودها تموم میشه. نزدیک شب یلدا بود. تقریباً 2 ماهی عمه و ارشیا رو ندیده بودم. هر دفعه که به کاشان می اومدن به بهانه از دیدنشون سر باز می زدم. 3 روز تعطیلی پشت سر هم باعث شده بود که عمه به همراه ارشیا و دکتر مجد و خانومش به کاشان بیان و خونه خانم بزرگ شلوغ شده بود. پدر خبر اومدن دکتر مجد رو داده بود و قرار بود همون شب اول ورودشون همگی به خونه بابا بیان. پدرم برای تشکر از زحمات دکتر مجد و ارشیا این ضیافت رو ترتیب داده بود. اتفاقاً همون روز عموی مهندس منصور پدر شوهرم به رحمت خدا رفت و ما مجبور به شرکت توی مراسم کفن و دفنش شدیم. آخر شب تازه به خونه رسیده بودیم که تلفنم زنگ خورد. جواب دادم. بله. الو. ولی کسی جواب نداد. حضور شخص پشت خط رو حس می کردم. کیه؟ صدای سامان بود که من رو به خودم آورد. نمیدونم، فکر کنم اشتباه گرفته. گفتم و تلفن رو قطع کردم. سامان از پشت در آغوشم کشید و بوسه‌ای به پشت سرم زد. شالم رو از سرم برداشتم و به طرفش چرخیدم. توی چشماش خیره شدم. پر از شیطنت و خواهش بود. بوسه‌ای روی لبام نشوند و گفت: میخوای منو از عزا در بیاری؟ فکر نمی کنی الان برای از عزا در اومدن یه کمی زود باشه؟ چشمکی زد و گفت: بریم. از حموم تازه بیرون اومده بودم که با ویبره گوشی متوجهش شدم. گوشی رو برداشتم و با دیدن اسمس محمد گل از گلم شکفت. فردا میای کوه؟ سامان در حال ور رفتن با گوشیش بود. سامان، فردا میری شرکت؟ همونطور که سرش توی گوشی بود گفت: آره، پس فردا قرار آلمانیا بیان. باید فردا برم متن قرارداد رو با وکیل و مترجم یه بار دیگه چک بکنم. واسه این نهار میای خونه؟ نه، کارم تا بعد از ظهر طول میکشه. با اونا یه چیزی میخورم. باشه، پس محمد فردا میره کوه، منم باهاش برم. بالاخره سرش رو از گوشی بیرون آورد و با نگاه دقیقی گفت: دوست داری برو. دلا شدم. بوسه‌ای روی گونه‌اش کاشتم و با گفتن مرسی به طرف کمد لباسم رفتم تا لباس بپوشم. بعد از چند دقیقه به پریسام دادم که فردا به کوه بیاد. در جواب اظهار رضایت کرده بود، ولی خواسته بود ساعت 7 صبح به کوه بریم، نه زودتر. به محمد پیام دادم که اون زودتر بره و من و پریسام بعد بهش ملحق میشیم. هوا ابری و تقریباً بارونی بود. کاپشن سبز رنگ که کلاهی با خز قهوه‌ای کرم داشت پوشیده بودم. شلوار بادی مشکی هم به پا کرده بودم. همراه با پریسا دامنه کوه رو به طرف بالا می رفتیم. مسیر نسبت به روزهای قبل که می اومدیم خلوت‌تر بود و در بعضی جاها وهم‌انگیز می شد. پریسا روز قبل به عروسی یکی از اقوام شهرام رفته بود و سوژه خوبی برای غیبت برای لباسها و طلاها و کلا صحبت پیدا کرده بود. توی یکی از گردنه ها با دیدن سگی تقریباً کثیف و گلالود ترس عجیبی به دلم افتاد. اگه به همون حمله میکرد جز یه چاقوی کوچیک میوه خوری که برای اطمینان توی جیب کاپشنم گذاشته بودم چیزی برای دفاع نداشتم. با صدای پریسا به خودم اومدم. پناه، این سگه چقدر بد ترکیبه، من ازش میترسم. در دلم آرزو کردم که پریسا از ترس من باخبر نشه، چون اینجوری اوضاع وخیم‌تر میشد. سگ با دیدن ما ایستاد و شروع به خرخر کرد. در دل شروع به خوندن هرچی دعا بلد بودم کردم. با اولین پارسی که کرد من و پریسا همزمان جیغ کشیدیم. سگ که ترس ما رو دید به طرفمون اومد. دلا شدم و سنگی از روی زمین برداشتم. پریسا به پشت سرم رفت و دیگه از ترس نزدیک بود هر دوتامون گریه کنیم که با صدای فریاد و انداختن سنگ محمد سگ فرار کرد و من نفس حبس کردم رو رها کردم و پریسا از خوشحالی به گریه افتاد. محمد با 2 خودش رو به همون رسوند و در حالی که نفس میزد گفت:
خوبید؟ خوبیم. گفتم و نگاهم به پیش جاده افتاد که 3 مرد ازش نمایان شدن. اون چیزی رو که میدیدم باور نداشتم. با ناباوری زیر لب گفتم ارشیا. محمد در حالی که رد نگاهم رو گرفته بود گفت ارشیا، دکتر مجد و دوست ارشیا. 3 مرد نزدیکمون شدن. از هیجان دیدن یک دفعه‌ایش ضربان قلبم بالا رفته بود. به زور لبخندی روی لبم نشوندم و همونطور که نزدیکمون رسیدن سلام کردم. ارشیا و دکتر مجد با خوشرویی جواب دادن و مرد بلند قامتی که کنار ارشیا بود با برداشتن کلاهش نفسم رو در سینم حبس کرد. آرمان بود، دوست و همخونه ارشیا. ناباورانه نگاش می‌کردم که با سلامش به خودم اومدم. لبخند روی لبش با گفتن پناه چطوری که با لهجه بیان کرده بود به منم سرایت کرد. میدونستم که یه علامت سوال بزرگ توی ذهن پریسا و محمد به وجود اومده که از کجا همدیگر رو میشناسیم. دستش رو کنار کشید و من با گفتن دکتر آرمان کی اومدید به شبهه ذهنی محمد و پریسا دامن زدم. محمد طاقت نیاورد و گفت همدیگر رو میشناسین؟ مونده بودم چی بگم که ارشیا به دادم رسید. برای خونریزی بینیش با آرمان صحبت کرده بود. نگاه متشکرم رو به نگاه ارشیا دوختم و آرمان به فرانسه رو به ارشیا گفت عاشق دلخسته، میبینم که خوب ازش دفاع میکنی. ارشیا زیر لب چیزی گفت که سر در نیاوردم. با صدای محمد که همگی رو به راه افتادن تشویق میکرد از اون حال و هوا در اومدم و همگی به راه افتادیم. آرمان همونطور که شونه به شونه من میومد با اون فارسی با لهجه قشنگی که حرف میزد رو به من گفت خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمت. ارشیا خیلی ازت تعریف میکرد. منم خوشحال شدم از دیدنتون. فکر نمیکردم بیاین ایران. نگاه عمیق و موشکافانش رو در چشمانم دوخت. از طرز نگاهش معذب شدم و سرم رو پایین انداختم. با صدای پریسا به عقب نگاه کردم. پریسا در حالی که لنگ میزد گفت یه لحظه وایسا، فکر کنم یه سنگریزه تو کفشمه. کنار پریسا ایستادم تا کفشش رو در بیاره. سنگینی نگاهی رو حس می‌کردم. سرم رو بالا آوردم و نگاه خیره ارشیا رو شکار کردم. جنس نگاهش مغموم و دلتنگ بود یا شاید من اینجوری فکر می‌کردم. هر چی که بود ته دلم رو می‌لرزوند. یه حس خوشایندی که میگفت این نگاه مال توئه. نگاه ازش دزدیدم و به محمدی انداختم که راه رفته رو داشت برمیگشت و غرغر میکرد. کوهنوردان عزیز، اینجوری پیش بریم تا شبم به جایی نمیرسیم. پریسا بندای کفشش رو محکم کرد و از جا بلند شد و رو به محمد گفت اول از اون املت‌های معروفت به همون بده، بعد ما تا هر کجا که دلت خواست باهات میای. صبحونه نخوردید؟ پریسا با تعجب رو به محمد گفت شما صبحونه خوردید؟ آره، ما رفتیم یک کله پاچه توپ زدیم. پریسا مستعسل نگاهم کرد و گفت تو گشنت نیست؟ از لحن مظلوم پریسا لبخندی روی لبم نشست و با اشاره به کوله پشتیم گفتم که یه کمی هله هوله دارم. یکم دیگه یه جا میشینیم و با چای میخوریم. با صدای دکتر مجد به خود اومدیم. بچه‌ها کجا موندید؟ دوباره به راه افتادیم. در مسیر محمد از نحوه کله پاچه خوردن ارشیا و آرمان تعریف می‌کرد و خودش و دکتر مجد قاه قاه می‌خندیدن و لبخند رو روی لب بقیه‌ام نشونده بودن. محمد رو به من گفت خلاصه اینکه جات خالی همشیره، غذای مورد علاقت رو خوردیم. از تصور کله پوسکنده گوسفند و بوی کله پاچه صورتم جمع شد و تنم لرزید. آرمان قهقهه‌ای زد و گفت منم اول حسم همین بود، ولی یک کمیشو که خوردم خوشم اومد. نه، من از بچگی دوست نداشتم، از بوش حالم به هم میخوره. دکتر مجد گفت ما امروز زیاده روی کردیم. دیشب شام سنگین خورده بودیم، الانم این غذای چرب رو خوردیم، یک کمی سنگینم. این از نشونه های پیری دکتر، ربطی به غذا نداره.
دکتر چشماش رو ریز کرد و رو به محمد که با شیطنت نگاش میکرد گفت من پیرم، عمت پیره. محمد قهقهه‌ای زد و گفت من نوکرتم دکتر جون. بعد با شیطنت کمی از جمع فاصله گرفت و گفت پیرم میلرزم، به 100 جوون میارزم. شونه هاش رو میلرزوند و به کمرش پیچ و تاب میداد. دکتر مجد با جهشی به دنبالش دوید و محمدم پا به فرار گذاشت. همونطور که ازمون دور میشدن محمد گفت روی تپه آرزوها استراحت میکنیم. با دور شدن محمد ارشیا پرسید تپه آرزوها؟ پریسا به تپه‌ای که حدوداً 100 متری ازمون فاصله داشت اشاره کرد و گفت اونجا رو میگه. پوزخندی زدم و یاد اولین باری افتادم که محمد سر کارمون گذاشته بود. نگاهم به آرمان که با لبخند دوست داشتنی به هم خیره شده بود افتاد و گفت جریان آرزوها چیه؟ نگاهم به ارشیا افتاد. امروز نگاهش برام دلنشین بود. یه جوری غریب، مثل کسی که به آرزوی دورش نگاه میکنه. من این نگاه رو میشناختم، همون نگاهی که من یواشکی بهش مینداختم. ولی اون توی روز روشن جلوی چشم بقیه بهم داشت. نگاه ازش دزدیدم و در حالی که به تپه نگاه میکردم گفتم محمد یه روز سر کارمون گذاشت و گفتش که یه جایی شنیده اگه روی اون تپه وایستی و از ته دلت آرزو بکنی خدا آرزوتو برآورده میکنه. آرمان گفت خب آدم هر جایی که از ته دل آرزو کنه خدا برآورده میکنه. اشک توی چشمم حلقه بست و به یاد آرزوی برآورده نشدم افتادم و گفتم ولی آرزوی من برآورده نشد. سکوت جمع باعث شد به خودم بیام و از اینکه این حرف رو زده بودم پشیمون بشم و مطمئناً همه متوجه اشک داخل چشمم و صدای از بغض لرزونم شدن. روی تپه که رسیدیم محمد پیکنیک کوچیک کوهنوردی و کتری کوچولوی بامزه‌ای که من عاشقش بودم رو بیرون آورد و مشغول درست کردن چای شد. منتظر آماده شدن چای بودیم که دکتر مجد دستی به معده‌اش کشید و گفت خیلی سنگینم. خنده ریز ریز جمع باعث شد سری به کوله پشتیم بندازم و بسته لواشکی که بیشتر مواقع همراه هم بود رو بیرون بکشم. تکه‌ای ازش جدا کردم و به دستش دادم. اینو بخورین شاید حالتون بهتر شه. بعد با توضیح اضافه‌ای گفتم از آلوچه های ویلای قمصرمونه فرنگیس درست کرده تمیز و خونگیه. محمد بقیهش رو از دستم چنگ زد و در حالی که تکه بزرگی ازش میکند و در دهنش میذاشت گفت بخور دکتر ارگانیکه. پریسا به بسته توی دست محمد پاتک زد و با حرکت غافلگیر کننده ای اون ازش قاپید و به دستم داد و گفت بگیر الان همش رو میخوره. محمد در حالی که دهنش پر بود با نگاه متعجبی به پریسا خیره شد. لواشک رو به چند تیکه دیگه تقسیم کردم و به ارشیا و آرمانم تعارف زدم. آرمان با حالت خاصی لواشک رو زیر و رو کرد و گفت این چیه؟ به ارشیا نگاه کردم. نمیدونستم چجوری براش توضیح بدم. ارشیا که نگاه مستحصل من رو دید رو به آرمان گفت کنسانتره میوه است بخور. صدای قهقهه محمد با خنده من و پریسا و دکتر مجد در هم آمیخت. محمد گفت به خدا اگه تا فردا صبحم بهش فکر میکردم نمیتونستم برای لواشک همچین توضیح مختصری پیدا کنم. نگاهم به نگاه خیره و خندون ارشیا افتاد. دلم طاقت نیاورد و نگاهم رو به زیر انداختم. چای آماده شد و محمد توی فنجونهای کوچیکی که همیشه به همراه داشت ریخت و دست همگی داد. دکتر مجد ذوق زده فنجونهای کوچیک شیشه‌ای رو در دستش چرخوند و گفت خیلی وقت بود که اینقدر کوهنوردی بهم نچسبیده بود. تهران با یه تیم از پزشکا گاهی وقتا میریم کوهنوردی ولی نمیدونم چرا اینجوری خوش نمیگذره. محمد ظرف شکلاتم تعارف کرد و گفت یه مش دکتر میرین هی برا هم کلاس میذارین خب مسلمه بهتون خوش نمیگذره. دکتر مجد بلند خندید و گفت
الحق که راست گفتی. ولی از دیروز واقعا به هم داره خوش میگذره. اون از مهمونی حاجی که واقعا سنگ تموم گذاشته بود و ما رو شرمنده کرده بود. اینم از امروز که با شما جوانای پر انرژی احساس خوبی دارم. بعدم رو به من کرد و گفت اگه میدونستم شما میای طلا رو هم میآوردم. اگه به فهم شما بودید و نیاوردمش کلمو میکنه. شیرینی شکلات داخل دهنم رو قورت دادم و گفتم محمد نگفت شمام هستین؟ من فکر کردم با دوستای دانشگاهش میاد. محمد گفت میدونستم که شوهرت دوباره روز تعطیل یه بهونه برای سر کار رفتن جور میکنه. تو هم تنها توی خونه میمونی، برای همین بهت پیام دادم. البته خیلی دیر وقت بود، فکر نمیکردم بیدار باشی. تازه رسیده بودیم خونه. محمد قابلمه کوچیکی که ست کتری و پیکنیک کوهنوردی بود رو روی پیکنیک گذاشت و در حال درست کردن سوپ جو نیمه آماده ای ادامه داد. دفعه اولی که همشیره ما این شوهر شدی تو همینجا بود. بعدم رو به من کرد و گفت یادته؟ یادم بود اون روزی که عرفان با خودش تنبک کوچیکی آورده بود و ضرب گرفته بود و سامان به همراه شهرام کمی دورتر ایستاده بودن و تماشامون میکردن. یاد تعریف سامان از وقار ژست اون روزم افتادم. نمیدونم قیافم چه شکلی شده بود و چقدر طول کشیده بود که با تکون پریسا به خودم اومدم و هاج و واج به جمع نگاه کردم. اینجا رو تپه آرزوها همو دیدید؟ دکتر مجد پرسید و با لبخندی به هم خیره شد. سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. محمد رو به دکتر مجد گفت کلن این تپه آرزوها خیلی حاجت میده دکتر. به لبه پرتگاهی که اون روز ما روش وایستاده بودیم و آرزو کردیم اشاره کرد و گفت اونجا وای میستی و از ته دل آرزو میکنی. بعدم با بدجنسی رو به ما گفت چند سال پیش 2 دختر رو اون تپه وایستادن و از ته دل از خدا شوهر خواستن. همون سالم جفتشون بختشون باز شد و به خونه بخت رفتن. خندم گرفته بود و سعی داشتم خندم رو کنترل بکنم. لبامو جمع کردم و به پریسا که با بهت و ناباوری از این حرف محمد از بالای فنجون کوچیک داخل دستش که به لبش نزدیک کرده بود نگاه میکرد چشمم افتاد. از حالت چهرش نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر خنده. خیلی کم پیش می اومد که اینجوری بخندم. تربیت خانوادگیم هیچ وقت بهم اجازه اینجور خندیدن رو نمیداد، ولی خداییش چهره ناباور و شوکه شده پریسا همه رو به خنده انداخته بود. با صدای آرمان خندم قطع شد. چه خوشگل میخندی؟ با من بود؟ لبخند روی لبم به وضوح ماسید و اتوماتیک جمع شد. از تعریفش معذب شده بودم. خجالت زده تشکری زیر لبی کردم. محمد با گفتن 1000 سال یه بار اینجوری میخنده مهر تایید به حرف آرمان زده بود. نگاهم اون نگاه سرکش و یاقیم به طرف اشیا که به طور عجیبی کم حرف نشسته بود و تنها نظاره‌گر بود کشیده شد. نمیدونم شاید کسی باورش نشه، ولی من مطمئنم که چشمها هم میتونن قربون صدقه کسی برن. چشماش قربون صدقم میرفتن و دلم مثل افتادن توی یه سرازیری یهویی غافلگیرانه فرو میریخت. نگاه ازش گرفتم و به پریسایی که ناراحت و غضبناک رو به محمد گفت آخه شما مردا چی دارین که ما همه آرزومون شماها باشین؟ خوبه که من و پناه توی 23-4 سالگی ازدواج کردیم. من نمیدونم چرا فقط شوهر کردن رو آرزوی ما میدونی پسر حاجی؟ من غلط کرده باشم که شما رو گفته باشم. من منظورم به همشیرم بود. کسی شما رو نگفت. تا اونجایی که من پناهو میشناسم هیچ وقتم چنین آرزویی نمیکنه مگر اینکه سکوت معنیداری کرد و به چشمام خیره شد. محمد با هیجان پرسید مگر اینکه چی؟ پریسا همونطور که بهم خیره بود نجوا کرد. هیچی. و با تعلل نگاه ازم گرفت. محمد که دست روی نقطه ضعفش گذاشته بودن و میدونستم تا توی قضیه رو نفهمه دست بردار نیست، رو به پریسا شروع به التماس کرد تا جریان رو بفهمه. نگاهم به زیر افتاده بود و افکارم به همون روز کذایی که بالای این تپه ایستادم و از خدا وصل اشیا رو خواسته بودم پر کشید.
حتم داشتم که از فشار و درد این آرزوی به گل نشسته چهرم در هم شده بود که با صدای دکتر مجد قلبم به یک بار فرو ریخت و از دنیای افکارم به زمان حال برگشتم. مگه اینکه مخاطب خاصش آرزو کرده باشه. همه ناباور به دهان دکتر مجد زل زده بودیم. محمد با خنده گفت: نه بابا دکتر، مخاطب خاص کجا بود؟ اصلا نمیدونم چی شد، انگار برای لحظه ای خون به مغزم نرسید. زمان و مکان رو فراموش کردم و در حالی که به ته چای داخل استکانم زل زده بودم نالیدم. یکی بود که خیلی خاطرشو میخواستم ولی خب قسمت نشد. سکوت مطلق جمع از بهت حرفهای من بود. ناراحت بودم و جرأت بلند کردن سر از روی استکان رو نداشتم. استکان رو تکون میدادم و با محتویات داخلش بازی میکردم. حتی صدای مرتعش و ناباور محمد هم باعث نشد که سر از روی استکان بردارم. دستمون انداختی پناه، آره؟ وقتی سکوتم رو دید پوزخند ناباوری زد و گفت: پس چطور من نفهمیدم؟ دروغ میگی ها؟ باورم نمیشه کسی رو دوست داشته باشی و من نفهمم. سرم رو برای لحظه‌ای بالا آوردم و نگاهم به صورت از هیجان گلگون شده محمد افتاد. منتظر جوابم بود. همین که نگاه ازش گرفتم در امتداد نگاهم با ارشیای مغموم و ناباور چشم در چشم شدم. برای لحظه‌ای کینه عجیب به دلم چنگ انداخت و با تنفر نگاه ازش گرفتم و در اقدامی انتحاری با خودم گفتم: هرچه باداباد، بذار کمی از عقده‌هام کم بشه. برای همین مصمم در حالی که روم به محمد بود گفتم: بی خیال داداش، یه عشق یه طرفه بود. ما دخترها رو که میشناسی یکی گرم با همون سلام علیک کنه میگیم عاشقمون شده. منم از این دسته مستثنا نبودم و تو فانتزیای دخترونم گیر کرده بودم. خدا رو شکر که از این اشتباه بیرون اومدم. محمد بهت زده به هم خیره بود. بعد انگار به خودش بیاد گفت: اگه همچین کسی هم باشه امکان نداره که عاشق نبوده باشه. من تو رو خوب میشناسم. بی خودی دل به کسی نمیبندی تا مطمئن نشی یارو عاشقته، بهش دل نمیبندی. تو رو خدا راستشو بگو، دستمون انداختی؟ لبخندی که بیشتر شبیه زهرخند بود روی لبم نشست و گفتم: سامان که به خواستگاریم اومد به تکاپو افتادم. نمیدونم، انگار به هم الهام شده بود که این تو بمیری از اون تو بمیریا نیست. برای همین با 1000 بار مردن و زنده شدن از دلدادگیم برای بابام گفتم. بابام گفت یه فانتزی دخترونه است و ازم خواست که به این عشق و عاشقی ادامه ندم. باور نکردم و با 1000 بار استخاره کردن بالاخره پا روی دلم گذاشتم و چند شب مونده به خواستگاری موضوع خواستگار پر و پا قرصم و باهاش در میون گذاشتم. در جوابم فقط گفت که خوشبخت باشی. نگاهم به بالا کشیده شد و با محمد و پریسا که از ناباوری دهانشون باز مونده بود روبرو شدم. با صدای آرمان سرم به طرفش چرخید. انگار گردنم خشک شده بود. همه بدنم درد میکرد و بغضی آشنا به گلوم چنگ مینداخت و دوباره غمی عظیم روی دلم سنگینی میکرد. آرمان گفت: شاید یه سوء تفاهم بوده. چرا اصرار نکردی؟ شاید باهات شوخی کرده. تا حالا عاشق کسی بودی؟ تو چشمای آبی رنگ جذابش زل زده بودم و ازش میپرسیدم. جوابم رو نداد و من که به سیم آخر زده بودم حال درونیم رو بیرون ریختم. انگار به در میگفتم که دیوار بشنوه. وقتی آدم عاشق یکیه حتی اگه به شوخی هم بهت بگه داره ازدواج میکنه میمیری. میفهمید مردن یعنی چی؟ حتی اگه بدونی رسیدن بهش جزو محالاته ولی از اینکه میبینی نمیتونی کاری بکنی دق میکنی. فکر نکنید از روی احساسات این حرفو میزنم. عمه بابام به خاطر عشق یه پسری که عاشقش بود و ازدواج کرده بود دق کرد و مرد. اینو هیچ کس نمیدونست غیر از اون پسر و مادر جون من. مادر جونم میگفت یه مرد باید بیشتر از یه زن عاشق یه رابطه باشه تا یه عشق پابرجا باشه و قشنگ باشه.
وقتی بهم گفت خوشبخت باشی تا چند روز منتظر زنگش بودم که بهم بگه شوخی کرده. ولی بعدم فهمیدم حتی گوشیشم خاموش کرده بوده که به من زنگ نزنه. بعدها که با خودم نشستم و فکر کردم یادم اومد که حتی یه بارم ازش نشنیدم که دوستم داره یا حتی بهش اشارم نکرد. شایدم گفته ولی شما متوجه نشدی. پوزخند تلخی زدم و گفتم خب باید یه جوری میگفت که من متوجه میشدم. نگاهم به ارشیا کشیده شد. تیر خلاص رو زدم. تا چند ماه کابوس این که غرورم و زیر پام گذاشته بودم و بهش زنگ زده بودم مثل خوره روح و روانم رو میخورد. اونقدر فشار روحی رو تحمل کرده بودم که میترسیدم بخوابم چون مدام توی خواب هزیون میگفتم و خوابای آشفته میدیدم. میدونید از همه بدتر این بود که دلم آروم نگرفته باید یه مرد دیگر رو دوست میداشتم. له شدم. بعد از مدتی که به خودم اومدم با خودم عهد بستم هرگز کسی رو بیشتر از خودم دوست نداشته باشم. اشک از گوشه چشم ارشیا جاری شد و اون وزنه روی قلبم سبکتر شد. خیالم راحت شد. یه جور حس خوشایند عجیبی که تا حالا تجربه نکرده بودم بهم دست داد. تو یک کلمه دلم خنک شد. گفتم همه اون چیزایی که باید میگفتم نگاه ازش گرفتم و با آسودگی و اعتماد به نفسی که از ریختن زهرم به عشق قدیمیم به دست آورده بودم رو به محمد که ساکت و مغموم به زمین خیره شده بود گفتم سوپ نسوزه من و پریسا گشنمونه ها. نگاهم به چشمهای اشکی پریسا افتاد و ناخودآگاه خندم گرفت. چی شده؟ تو چرا گریه میکنی؟ خب چرا به هم نگفتی؟ جدی شدم و گفتم چیو باید بهت میگفتم که عاشق یکی هم که خودشم نمیدونه؟ دوباره لبخند روی لبم اومد و گفتم بی خیال رفیق من نزدیک 4 ساله که ازدواج کردم و پسر دیگه منو حتی یادشم نیست. با نبش قبر خاطرات منم چیزی عوض نمیشه. شما هم بهترین دوستای من بودید و میدونم که چقدر دهنتون قرصه. برای همین براتون تعریف کردم وگرنه این راز سر به مهری بود که غیر از خودم و خدا هیچ کس ازش خبر نداشت. ارشیا بلند شد و با ببخشیدی ازمون فاصله گرفت. تا اونجایی که من حواسم بود کسی غیر از آرمان متوجه اشک حلقه بسته توی چشمای ارشیا نشده بود. چون همه چشم به دهن من دوخته بودن تا آخر این قصه مهیج رو بشنون. رو به دکتر مجد ادامه دادم. خلاصه این که دکتر این تپه آرزویی رو برآورده نمیکنه. اگرم بکنه برعکس برآورده میکنه. دکتر مجد لبخند به لب نگام کرد و گفت نمیدونم چقدر از این داستانی که تعریف کردی واقعیته ولی بذار یه واقعیتی رو از زندگی خودم براتون بگم. در همین موقع محمد رو به ارشیا که کم اون طرفتر با ژست جالبی در حالی که دست در جیب کاپشنش فرو برده بود و به دور دست زل زده بود کرد و گفت دوکی بیا که داستان بعدی شروع شد. ارشیا برگشت و نگاه ناراحت و اخمالودش رو به همون انداخت و با تکون دادن سرش به معنی موضوع چیه سوال پرسید. محمد دوباره حرفش رو تکرار کرد. ارشیا با نگاهی پر حرف نگاهم کرد و به طرف جمعمون حرکت کرد. این دل خود درگیرم دوباره از سخنرانی بی موقعی که کرده بودم در خودش جمع شده بود و دادگاه رسمی توی وجودم به پا کرده بود. دوباره تو حرف زدی. اگه حرف نزنی کسی نمیگه لالی. خاک تو سرت که هم غرور خودتو شکستی هم ارشیا رو جلوی دوستش ضایع کردی. حالا با این حرفا چیزی عوض میشه؟ نه هیچ وقت. بدبخت تو بازنده این بازی بودی. حالا اگه یه روز با ارشیام ازدواج کنی همین پریسا میگه ارشیا نمیخواسته تو با زور خودتو بهش غالب کردی. خفه شو. تنها کلامی که همه وجودم در درونم فریاد میزد همین بود. حالا که از هیجان صحبتام میگذشت بیشتر به عمق دست گلی که به آب داده بودم پی میبردم. با تکون دست پریسا به خودم اومدم. بیا سوپت سرد میشه زودتر بخور.
همین که سوپ رو گرفتم به جمعشون تعارف زدم که با نوشجانی همه رد کردن. آرمان به فرانسه رو به ارشیا گفت: چقدر تو فکر میره، قسم میخورم که داشت به تو فکر میکرد. ارشیان با فرانسه جواب داد: مزخرف نگو، دیدی که چجوری و با چه نفرتی ازم یاد میکرد. آریا راست میگفت، ازم دلخوره. آهی کشید و با خیره شدن به هم گفت: فقط خدا میدونه که چقدر دوستش دارم. شاید باور نکنی آرمان، ولی اگه امروزم نمیتونستم ببینمش حتما میرفتم جلوی خونش. دیگه خسته شدم از بس بهش فکر کردم و به جایی نرسیدم. داره درباره من حرف میزنه؟ خدای من، آرمان گفت. انگار حرفای ما رو میفهمه. نگاه کن داره چجوری نگامون میکنه. ارشیا به هم خیره شد. در 100 ثانیه به خودم اومدم. اگه میفهمیدن که فرانسه بلدم که واویلا بود. از مکر زنانه استفاده کردم و با چشمکی پرسیدم: درباره من حرف میزنید؟ آرمان شیطون پرسید: خودت چی فکر میکنی؟ توی چشماش زل زدم و جدی گفتم: اگه غیبتمو میکنید که من راضی نیستم. جمع خندید و آرمان گفت: نه، تعریفتو میکردیم. سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و همونطور که بهشون زل زده بودم قاشق سوپی داخل دهانم گذاشتم و بعد از قورت دادنش گفتم: خدا کنه راست بگید، ولی به قیافتون تعریف و تمجید نمی اومد. نگاهم تو نگاه ارشیا قفل شد و با بدجنسی بهش خیره شدم. نمیدونم از اینکه اینقدر برای دیدنم بیتاب شده بود خوشحال بودم یا چیز دیگه‌ای که لبخند از روی لبام کنار نمیرفت. محمد رو به دکتر مجد گفت: خب نوبت داستان شماست دکتر. دکتر با لبخندی نگاه به جمع کرد و گفت: من و طلا دخترم و پسرموییم. از همون بچگی به همدیگه علاقه داشتیم. دیپلم که گرفتم رفتم سربازی تا زودتر برگردم و توی مغازه ابزار فروشی پدرم و عموم که به صورت اشتراکی ادارش میکردن مشغول کار بشم و بتونم با طلا ازدواج کنم. البته کار خیلی سختی بود چون یه جنگ سردی همیشه بین مادرامون در جریان بود و این دوتا جاری حتی برای چند ساعت هم نمیتونستن همدیگر رو تحمل بکنن. دیگه چه برسه به این که داماد یا عروسشون از جنس هم باشن و بخوان ما رو تحمل بکنن. خلاصه یه سالی از سربازی میگذشت که یه روز با خونه تماس گرفتم و دیدم کسی جوابگو نیست. دلواپس شدم و شماره مغازه رو گرفتم. جعفر شاگرد مغازمون گفت که امشب عقد دختر عمومه و همه مشغول تدارکاتن. انگار دنیا رو سرم خراب شد. اصلا نمیتونم حال اون لحظم رو توصیف بکنم. عموم فقط همون یه دختر رو داشت. به هم نگفته بودن و این کینه ای شد روی دل من تا ابد. سربازی میان دو آب بود و تا برسم تهران فردای روز بعد میشد و قطعاً کار از کار گذشته بود. ولی اینقدر فشار عصبی داشتم که طاقت نیاوردم و از پادگان فرار کردم و راهی تهران شدم. وقتی رسیدم مستقیم رفتم خونه عموم و با قلدری در خونه‌شون رو کوبیدم. عموم در رو باز کرد. از درگیری و داد و بیدادی که راه انداخته بودم طلا و مادرش و 2 داداش کوچیکاشم اومدن دم در. وقتی طلا رو با اون هیبت اصلاح کرده تازه عروسش روبروم دیدم انگار یکی با خنجر زد توی قلبم. خفه خون گرفتم و رو به طلا فقط نگاه کردم. هر لحظه منتظر بودم یکی از خواب بیدارم بکنه و بگه پشو داری کابوس میبینی. ولی اینطور نبود. واقعی بود. رو به طلا گفتم: این بود قول و قرارمون. طلا به گریه نشست و گفت: به مادرم گفته که شماره پادگان رو بهش بده تا به هم خبر بده یا حتی خودش به هم زنگ بزنه و بگه که براش خواستگار اومده و مادرم گفته دوست ندارم دختر جاریم عروسم بشه. اینا رو جلوی پدر و مادرش گفت که البته با واکنش تند و عصبی عمو و زنمون مواجه شد و بعد از اون حتی عموم حاضر نشد با پدرم توی یه مغازه کار بکنه و حتی کارشم از پدرم جدا کرد. خلاصه که طلا عروسی کرد و من با دعوای مفصلی که با پدر و مادرم داشتم به صورت قهر دوباره به میانداب برگشتم و اونجا با امیر آشنا شدم. دوستی با امیر نقطه قوت زندگی من شد.
محمد بین کلام دکتر مجد اومد و گفت همین دایی امیر خودمون؟ بله، همین دایی امیر شما. این رو با لبخند گشادی گفت و ادامه داد. خلاصه امیر اون زمان کتابای کنکور رو با خودش آورده بود و اوقات فراغتش رو برای کنکور میخوند. کار سختی بود، ولی وقتی منو اینقدر افسرده دید به پیشنهادش منم شروع به خوندن کردم و اینجوری خیلی از رنجام کاسته شد. کنکور دادم و با رتبه 2 رقمی وارد دانشکده پزشکی شدم. نمیدونی چقدر از این موفقیت خوشحال بودم. بچه درسخونی بودم و هوش خیلی بالایی داشتم، ولی اصلا فکرشم نمی‌کردم که بتونم با همچین رتبه‌ای دانشگاه قبول بشم. خبر قبول شدنم توی دانشگاه پزشکی مثل بمب توی فامیل پیچیده بود و جالب اینجا بود که من هنوز با پدر و مادرم قهر بودم. یه روز پدر و مادرم به در خونه‌ای که توی منیریه به تنهایی اجاره کرده بودم اومدن و با اشک و آه ازم خواستن که به خونه برگردم. راستش توی کتاب فروشی کار میکردم و از درآمد و اخلاق سابکارم اصلا راضی نبودم. برای همینم کم کم راضی شدم که به خونه برگردم. طلا خوشبخت بود. شوهرش بازاری بود و وضع و روزگار خوبی داشت. لبخند پت و پهنی زد و گفت به کسی نگینا، هر وقت توی جمع میدیدمش دلم میخواست بمیرم و اونو با کس دیگه ای نبینم. ولی چاره ای نبود، به این عذاب علیم محکوم شده بودم. سال 3 دانشگاه ثروتمندترین دختر کلاس به هم پیله کرد و بالاخره تورم کرد. جمع خندید و محمد گفت چه جالب شد، بعدش چی شد؟ بعدشو براتون نگم که انگار توی چاه عمیقی افتاده بودم که رهایی ازش غیر ممکن بود. رهایی دختر عصبی و پرخاشگر با یه روحیه خودخواه و خودشیفته که بعد از ازدواج اون رو برام رو کرده بود. خانواده منو مثل سرایدار خونه‌شون میدید و حتی آرش میشد که پدر و مادرمو به کسی معرفی بکنه. راه میرفت و میگفت خانوادت و فامیلات بیکلاسن. چرا تو عروسیمون مامانت رفته نماز خونده؟ چرا حجاب دارن؟ خلاصه به شدت با دین و دنیای خانواده من مشکل داشت. بهونه‌گیریاش وقتی فهمید من زمانی خاطرخواه طلا بودم به اوج رسید و با یه دعوای درست و حسابی که با مادرم به راه انداخت ارتباطشو با خانوادم برید و بعد از پایان دوره عمومیم در حالی که دخترم حامله بود راهی آلمان شدیم تا تخصص بگیریم. البته بیشتر برای اینکه رها زندگی کردن توی ایران رو دوست نداشت. خلاصه اینکه روزها گذشت و من به همه چیز رسیدم. خونه خوب، ماشین آخرین مدل، حساب بانکی پر، مسافرت‌های لاکچری. ولی همیشه ته ته دلم احساس نارضایتی داشتم. رها اذیتم میکرد. تو همون ماشین آخرین مدل سر اینکه چرا با پرستارا گرم میگیرم یا چرا فلانی باهات اینقدر راحته و میخنده دعوا راه مینداخت. حتی رسیدن به موفقیت شغلیم رو هم به خاطر ازدواج با خودش میدونست. زندگیم جهنم بود. از خانوادم دور بودم. چندین سال فقط تلفنی باهاشون در ارتباط بودم. بگذریم تا اینکه یه روز به خودم اومدم و دیدم شدم عروسک خیمه شب بازی خانوم. دیگه دلم طاقت تحمل کردن این زندگی که فقط یه پوسته ظاهری ازش مونده بود رو نداشت. به ایران برگشتم و اینجا مطب زدم. رهام چند ماهی دوام آورد، ولی بعد از چند ماه دوباره با دخترم به آلمان برگشت و درخواست طلاق داد. البته ما چند سالی میشد که طلاق عاطفی گرفته بودیم و اصلا زندگی طرف مقابل برامون مهم نبود. به 1 سال نرسیده با یه دکتر آلمانی ازدواج کرد. بعد از چند وقت چون دخترم با ناپدریش نمیساخت رها اون رو به ایران فرستاد. همون سال شوهر طلا بر اثر سکته فوت شد. حال روحی طلا به هم ریخته بود. پسرش 2 سالی از دخترم بزرگتر بود، ولی الحق نسبت به سنش خیلی فهمیده بود. تو اون زمان زمزمه های از این که میخواستن طلا به عقد برادر شوهر 9 سال کوچیکتر از خودش در بیاد داشت دیوونم میکرد. هنوز سال شوهرش نشده برای اینکه بچهش بی پدر بزرگ نشه براش این برنامه رو چیده بودن. دست نکردم و یه روز که طلا و پسرش به همراه عمو و زنمو خونه مادرم مهمون بودن پسر طلا رو کناری کشیدم و گفتم من یه زمانی مادرتو دوست داشتم، ولی قسمت هم نشدیم. الان میخوام از مادرت خواستگاری بکنم، به هم اجازه میدی؟
اون زمان تقریباً 13 سالش بود. ولی نسبت به یه پسر 13 ساله خیلی میفهمید. بعدها به هم گفت که به 3 دلیل بیچون و چرا از پیشنهادم استقبال کرده. اول از اون اجازه گرفتم. دوم دوست نداشته مادرش با عموش ازدواج بکنه و مهمترین دلیلش خودش از دختر من خوشش می اومده و دوست داشته یه روز اونو از من خواستگاری بکنه. همه خندیدن. محمد گفت حالا به هدفش رسید؟ آره، با هم ازدواج کردن. شکر خدام خیلی خوشبختن. پریسا پرسید از طلا خانومم بچه داری؟ بله، یه پسرم محصول مشترکمونه. صدای شلیک خنده جمع خود دکتر مجد رو هم به خنده انداخت. محمد گفت فهمیدی همشیره، ممکنه یه روزگاری تو هم به عشقت برسی. گر گرفتم و از خجالت این حرف داغ شده به محمد خیره موندم. نمیتونستم سرم رو برگردونم چون حتما با ارشیا چشم تو چشم میشدم و بیشتر خجالت میکشیدم. دکتر مجد ادامه داد تازه من و طلا وقتی بعد از این همه سختی به هم رسیدیم قدر همو خیلی بیشتر میدونستیم. من که زندگی اولم هم جهنم بود، واقعا رفتار و حسن نیت و خوش اخلاقی طلا برام موهبت بزرگی بود و خیلی توی چشمم عزیز بوده و هست. حالا که فکر میکنم میبینم اگه از اول با طلا ازدواج میکردم شاید هیچ وقت نمیفهمیدم که اخلاق توی زندگی مشترک چقدر مهمه و قدر طلا رو نمیدونستم. ولی الان حتی دخترم از ته دل اون رو مادر خودش میدونه و مادرش رو اینجوری که طلا رو دوست داره دوست نداره. اینا رو گفتم که بدونی زندگی خیلی بالا و پایین داره. از اینکه اون پسره بهت گفته خوشبخت باشی و اینقدر بهت برخورده ناراحت نباش. مطمئنم که پسری که تو بپسندی جزو بهترین مردای دورانه و مطمئن ترم الان خیلی از اون حرفش پشیمونه. دلم میخواست بسوزونمش. بی تفاوت گفتم دیگه برام مهم نیست. خیلی وقته که اصلا دیگه بهش فکرم نمی کنم. اگه داستان پینوکیو راست بود الان دماغم توی چشم ارشیا که با غم عجیبی خیره شده بود به هم فرو میرفت. آرمان با لهجه خوشگلش به فارسی گفت دروغ میگی؟ هنوزم دوستش داری و بهش فکر میکنی؟ انگار یه سطل آب یخ رو سرم خالی کردن. به دهن آرمان مات موندم. ارشیا گفت آرمان. با تعجب و یه جورایی بازدارنده صداش زده بود. به فرانسه گفت ارشیا اون عاشق توه. من اینو از 100 کیلومتریش هم میفهمم. بعد اومده واسه تو تریپ بیخیالی برداشته. مگه نمیگی رو دخترای دور و برت حساسه؟ این یعنی چی؟ ارشیان به فرانسه جواب داد غرورش شکسته. میفهمی؟ حالا که میخواد خودشو غرورشو جمع کنه تو داری اینجوری زایش میکنی. کی غرورشو شکسته؟ ارشیا ساکت شده به آرمان زل زد. آرمان ادامه داد تو دیگه خودت هم باید درستش کنی. هی نشستی از زور فقط منتظری که یه معجزه‌ای بشه که لقمه آماده برداری بری. ارشیا گفت چی کار کنم ها؟ تو بگو چی کار کنم. برم بهش بگم که غلط کردم اون روز فاز شوخی گرفته بودم و میخواستم حالتو بگیرم و باهات شوخی کنم. بیا با هم دیگه فرار کنیم. اگه با هم فرارم بکنیم تا ابد نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. اینو تو نمیفهمی. بعد از اونم دکتر مجد گفت میشه فارسی بگید ما هم بفهمیم؟ نگاه جدی به هر دوشون انداخت و گفت هر آدمی چه زن چه مرد به کسی که قبل از ازدواجش دوست داره فکر میکنه. این جزو آدمه که یه قسمتی از گذشتهش همیشه توی زندگیشه. ولی منظور پناه این بود که از زندگیش راضیه و با شوهرش خوشبخته و دیگه نیازی نمیبینه که به اون پسر فکر بکنه. بعد رو به من گفت درست نمیگم؟ نفس عمیقی کشیدم و خودمو برای بزرگترین دروغ زندگیم آماده کردم. بله، منظورم دقیقاً همین بود. بعد نگاهم رو قفل نگاه آرمان کردم و معنیدار و جدی بهش خیره شدم. آرمان به فرانسه گفت دروغگوی کوچولو. لبخندی ناخودآگاه کنج لبم نشست و نگاه ازش کندم و نگاه سنگین ارشیا رو بی پاسخ گذاشتم.
نزدیک ظهر بود که به کنار ماشینامون رسیدیم. دکتر مجد رو به من گفت: امشب برای مراسم شب یلدا خونه مادر بزرگت میای؟ بله البته. باشه پس شب میبینمت. بعد در حالی که رو به ماشین میرفت گفت: لطفاً زود بیا. لبخندی روی لبم نشست و رو به محمد گفتم: شما میای؟ محمد کولش رو روی زمین گذاشت و گفت: آره داییم امروز صبح اومده کاشان، اونام میان. ارشیا گفت: کاوم میاد؟ محمد صورتش مچاله شد و گفت: نه بابا، بیچاره باید امشب خونه نامزدش بره طبق یلدایی ببره. نگاهم با نگاه محمد در هم آمیخت. حس دلسوزی که برای کاوه داشتم توی چهرم هویدا بود. محمد قهقهه‌ای زد و گفت: به جای اینکه دلت براش بسوزه باید زنش می شدی. نگاهم تاریک شد. میدونستم که همه چشم به دهنم دوختن تا جوابش رو بدم. خب دلم باهاش نبود. نمیتونستم خوشبختش کنم. این رو چند بار باید بهت بگم. کاوه لیاقتش خوشبختیه که اونم با من به دست نمیومد. محمد جدی گفت: باشه بابا قبول، 1000 بار گفتی دوستش نداری، ولی دل این کاوه احمق هنوز حرف حالیش نمیشه. یه روز باید خودت آب پاکی رو روی دستش بریزی. هنوز بر این باوره که بابات به خاطر سامان ردش کرده و اگه انتخاب تو بود حتما اون رو برای ازدواج انتخاب میکردی. نمیدونه که شازده خانم دلش برای یه آدم دیگه سریده بوده و اصلا به آقا کاوه فکرم نمیکرده. بعد در حالی که ادای بازیگرای تئاتر رو در می آورد گفت: او مرا دوست دارد و من دیگری را و آن دیگری دیگری را. لبخند به لب به نمایش مضحک محمد که مثل همیشه با لودگی راه انداخته بود نگاه می کردم و همزمان توی دلم می گفتم: دیگری غلط کرده جز من کسی رو دوست داشته باشه. که ارشیا با فرانسه زیر لب گفت: دیگری جز تو به هیچ کس حتی فکرم نمیکنه. ناباور نگاهم به نگاهش قفل شد و باز دوباره نگاه مهجور و مغمومش دلم رو خالی کرد. انگار حرف دلم رو شنیده بود و جوابش رو داده بود. لبخند نامفهوم آرمان با صدای اعتراض محمد که میگفت: بابا با کلاس فهمیدیم فرانسه بلدی، یه جور بگو ما بفهمیم دیگه. همزمان شد. دکتر مجد از داخل ماشین همگی رو مخاطب قرار داد و گفت: بچه‌ها شما نمیخواین بیاین؟ از خونه زنگ زدن منتظرن ناهار بخورن. آرمان رو به من گفت: شما نمیاین واسه ناهار خونه مادر بزرگتون؟ همراه با لبخندی گفتم: نه امروز با پریسا قراره بریم ناهار. محمد گفت: حیف که مادر جونم برای دایی امیر فسنجون درست کرده و منم به ناهار دعوت کرده، وگرنه حتما باهاتون می اومدم. پریسا با نگاه چندشی گفت: حالا کسی هم دعوتتون نکرده بود. محمد ایشی زنونه گفت و با حالت قهر در حالی که میگفت چه خسیس ازمون جدا شد و به طرف ماشینش که دکتر مجدم درونش بود به راه افتاد. ارشیا رو به من گفت: اگه میشه شما هم سوار ماشینتون بشید، اینجا خیلی خلوت و پرته، ممکنه دچار مشکل بشی. مطیعانه تشکری کردیم و با خداحافظی ازشون جدا شدیم و سوار ماشین شدیم. ارشیا: نمیدونم میشه همزمان هم رویا دید هم کابوس یا نه، ولی من امروز دیدم، هم از اینکه پناه به عشق من اعتراف کرده بود و از زجر دوست داشتنم گفته بود عین یه خواب زیبا بود، هم از اینکه ازم دل شکسته بود و نمیتونست من رو ببخشه یه کابوس وحشتناک. باورم نمیشد که این اتفاقات افتاده باشه. دلم میخواست باور بکنه ولی خیلی غافلگیر کننده پناه از عشق و دوست داشتنم گفته بود و من هنوزم در شوک حرفاش، اونم جلوی جمع بودم. برای من رویای شیرین تر از این وجود نداشت. شیرینی که کابوس نداشتن و دلشکستگی پناه اون رو زهر میکرد. خسته بودم از این حجم بیچارگی. حالم گرفته شده بود و عجیب در فکر فرو میرفتم. کاش بهش میگفتم، کاش جسارتش رو میداشتم. وقتی دیشب باهاش تماس گرفتم تا صداش رو بشنوم، باهاش حرف میزدم، نه اینکه با شنیدن صدای شوهرش دستپاچه تماس رو قطع بکنم.
وقتی امروز اینطوری جلوی همه داشت از احساسش نسبت به من میگفت، برای یه لحظه از خودم خجالت کشیدم. چرا من هیچ وقت جسارت ابراز عشقش رو نداشتم؟ چرا همش با فرانسه بهش ابراز علاقه کرده بودم؟ به آرمان گفت که باید یه جوری میگفت که من متوجه بشم. راست میگفت. چقدر از گذشته و عشق ابراز نکردم بهش پشیمون بودم. مادرم سینی چای رو بعد از نهار تعارفم کرد و گفت چیزی شده عزیزم؟ چرا انقدر تو فکری؟ نگاهم به چشمان مادرم افتاد. حتی به مادرم هم نگفته بودم. اگه آریا خودش نمیفهمید، حتی جرأت بروزش به اونم نداشتم. ارشیا، به خودم اومدم و بعد از تر کردن لبم با لبخندی که به زور روی لبم نشوندم گفتم ببخشید مامان، من یک کمی خستم، میرم توی اتاق بخوابم، چای نمیخوام. مادرم با دلواپسی گفت باشه عزیزم، مطمئنی حالت خوبه؟ یک کمی رنگت پریده ها. خوبم، فقط خوابم میاد. رو به جمع عذرخواهی کردم و در حالی که آرمان رو مخاطب قرار میدادم گفتم بهتره یکم استراحت کنی چون تا آخر شب مهمون داریم. آرمان ته استکان چاییش رو روی میز گذاشت. اونم با عذرخواهی از جمع جدا شد و وارد اتاق شدیم. کمربندش رو از شلوارش باز کرد و به طرف کمد رفت. چی شده دکتر؟ تو که الان باید خوشحالترین مرد روی زمین باشی. عشقت بهت فهمونده که چقدر خاطرتو میخواد. سرش داخل چمدونش بود و با برداشتن لباس راحتی از کمد جدا شد و گفت میشه بگی چی اذیتت میکنه؟ چون جوابی ازم نشنید با لحن پرتمسخری ادامه داد. نگاش کن، مثل پسرای 15 ساله‌ای شدی که دوست دخترش جواب منفی بهش داده. خودتو جمع کن پسر. آرمان، چرا من با خودم این کارو کردم ها؟ چرا بهش نگفتم؟ چرا وقتی میدونستم و حس میکردم که این عشقمون دو طرف است چرا بهش نگفتم؟ چرا اینقدر غرور داشتم و دوست داشتم که اون اول بهم بگه؟ آرمان مثل همیشه جواب درست رو گفت. چون یه خودخواه عوضی بودی، چون فکر میکردی اگه بهش بگی اون بفهمه برات اشوه بیاد و خودشو لوس بکنه. والا این دختری که من امروز دیدم لایق خیلی بهتر از توه. اون دنبال یه عشق پرهیجان میگشته، نه اینکه 3 سال با یه مرد مغرور کلنجار بره ولی نفهمه که دوستش داشته یا نه. امروز فهمیدم این دختر به خاطر تو حاضر بوده از خودشم بگذره. فقط یه اشاره از تو کافی بوده. به خدا خیلی دلم براش سوخت. اگه بشینی به حرفاش فکر کنی حتما دیوونه میشی. اشک به پشت چشمام هجوم آورد و برای اینکه آرمان متوجه نشه به پشت پنجره با شیشه های رنگی رفتم که قسمتی از حیاط رو به نمایش میگذاشت. درخت های لخت و کاج های سر به فلک کشیده و اون هوای ابری بیشتر باعث دلگرفتگیم میشد. آرمان روی شونم زد و گفت ولی امروز یه چیز دیگه هم فهمیدم. این دختر شیفته توه. هر چقدرم بگه براش مهم نیستی ولی دیوونه وار دوستت داره. حتی اون بت مقدسی که توی ذهن برادر و دوستش از خودش ساخته بود رو شکست که حرف دلشو یه جوری بهت بفهمونه. چقدر با شخصیته. همه رفتاراش از یه الگوی خاصی پیروی میکنه. همونقدر که سنگین و با وقاره، همونقدرم جسور و سرگرم کننده است. اصلا یه نیرو و گرمای خاصی داره، یه جور آهنربا. بعدم زد زیر خنده و گفت خلاصه که خیلی عاشقش شدم. اگه تو نبودی همین امشب میدزدیدم و با خودم میبردمش آمریکا. گفتم اون شوهر داره. خب داشته باشه. نگاه عاقلاً در سفیهی بهش انداختم. اینجوری نگام نکن. اونقدر با زنا بودم که بفهمم تو دلشون چه خبره. اون هنوزم درگیر توه و از تعریفای تو هم فهمیدم که شوهرش یه بچه پولدار خودشیفته است. یه خودشیفته هم هیچ وقت نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه. چه برسه که بخواد عاشقش باشه. بغض داخل گلوم بدجوری داشت اذیتم میکرد. دوباره به سمت پنجره برگشتم و این بار به اشکم اجازه جاری شدن دادم.
نگاه هم به در ورودی کشیده شد که کیانا به همراه خانومی دیگه در حالی که هر کدوم جعبه‌های نسبتاً بزرگی رو حمل می‌کردن وارد شدن. سریعاً از کنار پنجره کنار رفتم. حوصله‌شو نداشتم. حوصله هیچ کسو نداشتم. یه ساعتی از دراز کشیدنم میگذشت که با تقه‌ای که به در خورد هوشیار شدم. مادرم بود که ازمون میخواست بیدار بشیم تا وقتی مهمونا اومدن آماده باشیم. نیم ساعت بعد دوش گرفته و لباس پوشیده با آرمان وارد سالن شدیم. به محض ورود نگاهم به گوشه از سالن کشیده شد که کیانا و اون خانم در حال تزیین میز یلدا بودن و در حال شکل دادن گلها و میوه های تزیینی. با سلام ما کیانا و اون خانم همزمان به طرفمون برگشتن و جواب سلاممون رو با خوشرویی دادن. کیانا پیرهن بلندی با طرح سنتی بت جقه جیگری رنگی پوشیده بود که خیلی زیباترش کرده بود. با لبخند گشادی به من و آرمان نزدیک شد و در حالی که من رو مخاطب قرار میداد با طنازی گفت: چطور شده دکتر؟ نگاهم دوباره به میز کشیده شد و گفتم: خیلی قشنگ شده. با صدای خانم بزرگ به عقب برگشتم. معلومه که قشنگ میشه. کیانا خوش سلیقه ترین دختر دنیاست. لبخند روی لبم نشست و در حالی که خانم بزرگ رو در آغوش میکشیدم گفتم: اگه شما بگین حتما همینطوره. خانم بزرگم بوسه‌ای روی گونم کاشت و با قربونت برمی که گفت اوج احساساتش رو بهم نشون داد. آرمان نزدیک سفره شد و به سماور زغالی مسی رنگی که به صورت تزیینی گوشه میز گذاشته بودن دستی کشید و گفت: خیلی قشنگه، درست مثل خودتون. و نگاه شیطون و پرحرارتش رو به کیانا دوخت. کیانا که گل از گلش شکفته بود توی چشمای آرمان خیره شد و با لبندی در حالی که حس می کردم کمی صداش رو نازکتر کرده گفت: امسال شب یلدا مهمونای خاص داریم. باید میز یلدامونم خیلی خاص باشه. لبخند معناداری گوشه لب آرمان نشست و به فرانسه گفت: دخترموت 3 ثانیه هم نمیتونست توی چشمای من نگاه کنه. تو چقدر با اون فرق داری که با چشمات میخوای آدمو بخوری. کیانا گیج شده گفت: به فرانسه صحبت میکنی؟ بعد خودشو لوس کرد و گفت: چی میگفتی؟ بساطت کردم و گفتم: داشت تعریفتونو میکرد. کیانا خوشحال شده تشکری کرد و بعد از تعارف به مبل‌های کنار شومینه اشاره کرد و ما رو دعوت به نشستن کرد. با ورود دکتر مجد صحبتمون گل انداخت. خانومی که با کیانا اومده بود خداحافظی کرد و رفت. بهجت خانم مسنی که چند سالی بود که به عنوان خدمتکار توی خونه خانم بزرگ زندگی میکرد، با سینی چای وارد شد و مشغول پذیرایی شد و به تبعیت از اون دختر جوان تقریباً کم سن و سالیم با ظرف شیرنی وارد شد. نگاهم با نگاه دخترک تلاقی کرد. خیلی معصوم و کم سن به نظر می رسید. از روی ادب لبخندی زدم و جواب سلام ریزش رو دادم و بعد از برداشتن شیرنی تشکری کردم. نگاهم به ساعت افتاد. تقریباً تمام مهمونا رسیده بودن. خونه شلوغ و پرهیاهو شده بود. صندلیای سالن تقریباً پر شده بود و به دستور دایی فریبرز چند صندلی از اتاقها به سالن اضافه شد. نگاهم به ساعتم افتاد. پس چرا نمی اومد؟ هرچند که می دونستم امشبم یکی از همون شبای نکبتیه که من تا صبح باید کابوس شوهر پناه رو می دیدم. ولی بازم این دل سرکش من بیتابانه منتظر یار مونده بود و دل می کرد تا از در بیاد تو. سوال منو طلا خانم از دایی فریبرز پرسید: پناه امشب میاد؟ دایی نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: یه رو پیش راه افتادن، الانا باید برسن. شوهرش سر کار بوده، یه کمی معطلش شده، الان میاد. قلبم از هیجان به تپش افتاد و 100 بار لحظه ورودش رو برای خودم تحریزی میکردم و از اینکه با یه مرد غریبه دوباره ببینمش خونمو میخورد و دشنه غیرت و حسادت توی قلبم فرو میرفت. با سقلمه‌ای که آرمان به پهلوم زد متوجهش شدم. به فرانسه گفت: خاطرخواهاتم زیادنا. و با چشم به دختر خدمتکاری که چند باری اونو گندم صدا کرده بودن و حالا میدونستم که اسمش گندمه اشاره کرد.
از آینه‌ای که داخل هال و جلوی میز ناهارخوری بزرگی که اونجا بود داشت پذیرایی رو دید میزد و مستقیم نگاهش با نگاهم تلاقی کرد. بیچاره دستپاچه نگاه دزدید و راهی آشپزخونه شد. شایلین روی پای محمد نشسته بود و داشت براش دلبری میکرد. محمدم با گذاشتن پرتقالی در دهانش سعی میکرد به حرفاش گوش کنه. صدای زنگ آیفون باعث ضربان قلبم شد و وقتی دایی گفت که پناهم اومد این هیجان و اضطراب بیشترم شد. پناه و شوهرش از در وارد شدن، عشقم کنار یه مرد دیگه بود و حس آزاردهنده‌ای که با دیدن چند باره این صحنه به دلم چنگ انداخته بود باعث بسته شدن چشمام شد. آرمان گفت چه شوهر خوشتیپی هم داره. با ترس چشمام رو باز کردم. وقتی آرمان ازش تعریف کرده بود یعنی واقعا اون خصوصیت رو داره. نگاهم پی پناهی افتاد که در اون مانتوی کتی سفید استخونی فوق‌العاده خوش‌دوخت و رژ لب جگری که با شال همرنگش ست کرده بود واقعا معرکه شده بود. شوهرش هم تیپی سرتاپا مشکی داشت و جذابیت ذاتیش رو بیشتر به رخ می‌کشید. با همه سلام علیک کردن و با راهنمایی مادرم کنار هم و نزدیک محمد نشستن. حال صندلی برای شایلین آورد و رو به شایلین ازش خواست که روی صندلی کنار پناه بشینه. شایلین با تخسی سرش رو بالا مینداخت و با گفتن جام خوبه باعث خنده جمع شد. محمد گفت بذار بشینه، فقط بهش بگو کمتر حرف بزنه. جمع خندید و محمد ادامه داد عین خالش میمونه. حرف نمیزنه ولی وقتی هم رو غلطک حرف زدن میفته دیگه کسی جلودارش نیست. لبهای کشیده شده پناه و اون ردیف دندونای سفیدش که مثل مروارید میدرخشید دلبری میکرد. یه لحظه توی ذهنم اومد که بوسیدن این لبها شده آرزوی من. پناه به حرف اومد و در جواب محمد گفت حرف زدن یه خانوم از ذکاوتشه. محمد مهربون نگاهی بهش انداخت و گفت به خدا منم منظورم همین بود. جمع خندیدن و دایی فریبرز رو به محمد گفت جوابتو گرفتی شازده، هنوز پناه نیامده سر شوخی رو باز کردی باهاش. من نوکرشم هستم حاجی، خودت میدونی که پناه عشق منه. دلم یه جوری شد. پناه فقط عشق من بود و من روی این مسئله خیلی حساس بودم. نگاهم به نگاه جدی و تا کمی عصبانی سامان افتاد که بر محمد رو نگاه میکرد. محمد اول به روی خودش نیاورد ولی ذاتاً از چالش خوشش میومد. دنبال حرف و حدیث بود. رو به سامان گفت چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنه؟ اون موقعی که همشیره من بود و با هم غذا میخوردیم تو کجا بودی؟ صدای قهقهه جمع سامان رو هم به خنده انداخت. دوباره نگاهم به پناه و لبهاش کشیده شد. رژ لبش به شدت توی چشم بود و ناخودآگاه وقتی بهش نگاه میکردی نگاهت به لباش کشیده میشد. نگاهم هرز میپرید و دلم اون قلوه های جگری رنگی رو که وقتی میخندید عجیب دلرباتر میشد رو میخواست. هیچکس نمیتونست حالم رو درک بکنه. نگاهم به خاله شهناز افتاد که با اون چادر رنگی خاص و قشنگش به پناه نزدیک شد و بعد از مکالمه خیلی کوتاهی پناه هم همراهش شد. از توی آینه حال دیدم که خاله شهناز دستمالی به پناه داد و پناه در حالی که میخندید رو به آینه کنار میز ناهارخوری ایستاد و مشغول کمرنگ کردن رژش شد. از همون آینه نگاهش با نگاهم تلاقی کرد و معذب نگاه ازم گرفت و به کارش خاتمه داد. ولی من هنوزم به تندیس زیبایی روبروم چشم دوخته بودم. دست خودم نبود و هر کجا که میرفت چشم و دل منم باهاش همراه میشد. پناه دوباره به سر جاش برگشت و از اینکه رژش پاک شده بود لبخندی روی لبم نقش بست. خیلی از خانوما رو دیده بودم که سر پاک کردن رژ لبشون یا کم کردن آرایششون با شوهراشون چه جر و بحث هایی میکنن و از اینکه پناه اینقدر آسون و راحت به حرف مادر بزرگش گوش داده بود یه جورایی شگفت زده بودم. از زنای سرکش و لجوج متنفر بودم و این رفتار پناه بازم یکی از نقاط قوت شخصیتش رو به هم گوشزد کرد و دوباره آه و فغان دل حسرت زدم بلند شد.
پرتقالی از ظرفش برداشت و بعد از پوست گرفتنش و خورد کردنش در بشقاب زیردستی کنار دستش اونو جلوی دست سامان گذاشت. سامان تشکری کرد و مشغول خوردن پرتقال شد. آرمان کنار گوشم گفت خدا شانس بده، چه پرتقالی هم براش پوست میگیره. خودم هم از دیدن این صحنه حالم عجیب گرفته شده بود و وقتی که آرمانم با حرفش روی زخم دلم نمک پاشید قلبم فشرده شد و دستم مشت شد. پناه دستش رو با دستمال پاک کرد و بعد انگار دستش هنوز نوچ باشه و دوست نداشته باشه بلند شد و به طرف دستشویی که در حال بود رفت. در همین موقع گندم با ظرف اناری وارد سالن شد و همزمان کیانا هم قصد خروج از سالن رو داشت که با هم برخورد نسبتاً شدیدی کردن و صدای شکسته شدن ظرف کریستال با داد و فغان کیانا بلند شد. مگه کوری دختره دست و پا چلفتی؟ لباسمو به گند کشیدی. گندم با دستپاچگی و خجالت زدگی پشت سر هم عذرخواهی میکرد. کیانا با تشر به ظرف شکسته اشاره کرد و گفت زود جمعش کن. دختر بیچاره دولا شد و با شتاب زدگی مشغول جمع کردن کریستال خورد شده شد که ناگهان دستش رو برید و با آخی انگشتش رو در دست گرفت. کیانا چیزی زیر لب نثارش کرد که متوجه نشدم، ولی هرچی که بود باعث بغض و گریه دختر شد و خانم بزرگ با لحن نه چندان جالبی رو به گندم گفت برو تو دستشویی، الان خونش رو زمین میریزه نجس میشه همه جا. اینم از پارت امشب. اگر کنجکاوی که بدونی در ادامه این مهمونی چه اتفاقایی میفته، پس پارت بعدی این رمان زیبا رو به هیچ عنوان از دست نده.